بیاین دنبال مواد آببند بگردین یا نمیدونم مواد نانو بگردین. آقا این مواد رو بزنین آببند میکنه، اون مواد رو استفاده بکنیم آببند میکنه. شما ساختمونتون رو یک عمر بیمه میکنین با دیتیلی که گفتم. به نظر من بهترین دیتیلیه که میتونه برای سقف اجرا بشه. بعد از اجرای سازه‌ای سقف و اجرای دیوار جانپناه معمولا میان کفسازی میکنن، عایق حرارتی، عایق رطوبتی، میان کار رو اجرا میکنن که نهایتا دیدیم نتیجهش یا رضایت بخش نیست. این روشی که من میخوام بهتون بگم دقیقاً از زمان سازه شروع میشه. یعنی زمانی که شما سقفتون رو آرماتور بندی کردین و تمام شد، میاین چیکار میکنین؟ دور تا دور سقفتون رو یه دیوار 20 سانتی آرماتور بندی میکنین و کاری که اینجا خیلی مهمه و من خیلی تاکید میکنم که باید اجرا بشه، بین آرماتور سقف و بین آرماتور این دیوار 20 سانتی که ارتفاعش فوقش میخواد 30 سانت بشه از یک واتر استاپ استفاده میکنیم و کاملا درس‌هاشو با چسب‌های مخصوص میبندیمش و قالب بندی دیواری انجام میشه. حتما باید جای کپسول هامون رو مشخص بکنیم و نسبت به اون نقاط یک اختلاف سطحی رو به وجود بیاریم. این اختلاف سطح نیاز نیست 1%، 1.5% باشه، تا 0.5% باشه هم کفایت میکنه. اختلاف تراز رو با استفاده از یه سری کرمگیری هایی که میتونیم با آهن انجام میدیم و بتونریزی میکنیم و بعد اینکه بتونریزی تموم شد عمل آوری به نحو احسن میاد انجام میشه. حالا یه استوب بزنیم. تا الان ما یک سقفی داریم که دور تا دورش یه دیوار 30 سانتی داره و داخلش واتر استاپ استفاده شده بین درز سقف و دیوار که در واقع ما درزی هم نداریم اینجا. چرا؟ چون با هم دیگه بتونریزی شده. پس اگر بریم به جلو ما کفسازی بکنیم، عایق کاری بکنیم، سنگ اجرا بکنیم، اگر هم در اون زمان به خاطر نقص فنی و نقص اجرایی آب از عایق‌ها عبور بکنه به کجا میرسه؟ به سقفی که هم شیب داره هم واترپروفه. و به کجا منتقل میشه؟ به کفشورها. چرا؟ چون به سمت کفشورها ما شیب داریم. بعد از اینکه بتونریزی رو انجام دادیم میایم از عایق‌های حرارتی استفاده میکنیم. عایق‌های حرارتی باعث میشن که اون طبقه آخری که معمولا همیشه هم مشکل داره تو گرما هم مشکل داره تو سرما، این مشکلشون حل بشه و بعد اون میایم کفسازی رو انجام میدیم با پوک مدنی. اون شیب بندی که مد نظرمونه همون 1.5% رو انجام میدیم و بعد اون میایم با استفاده از ملات ماس سیمان میایم اون درزهای بزرگی که تو اون ملات پوکه هست رو میگیریم و بعد اینکه اون فرآیند خشک شدن و فرآیند نگهداری اون کفسازی اجرا شد میایم عایق رو اجرا میکنیم، 2 لایه قیرگونی و 1 لایه ایزوگام و روی ایزوگام این هم نکته مهمیه، از ماسه استفاده میکنیم، از ماسه الک شده، نیم سانت تا 1 سانت ماسه الک شده و روش رو میایم کاور بتونی میکنیم و ملات و سنگ یا موزاییک کف رو اجرا میکنیم. 99% مشکلاتی که سقف‌ها معمولا دارن با این دیتیل حل میشه و این دیتیلیه که من ندیدم جایی در موردش صحبت بکنن و ندیدم کسی بیاد در موردش توضیح بده. این دیتیل سختیه و دیتیل تقریبا زمانبر و هزینه بریه، ولی برای یک عمر بیمه میکنه ساختمون رو و باعث نمیشه که شما بعد اینکه 4 سال 5 سال سقف رو اجرا کردین و کارتون تموم شد بیاین دنبال مواد آببند بگردین یا نمیدونم مواد نانو بگردین. آقا این مواد رو بزنین آببند میکنه، اون مواد رو استفاده بکنیم آببند میکنه. شما ساختمونتون رو یک عمر بیمه میکنین با دیتیلی که گفتم.